اگه میخوای بدونی نحوه نصب و سربندی جعبه کلید مینیاتوری یا جعبه فیوز چجوریه و چجوری از این وضعیت تبدیل میشه به یه جعبه مینیاتوری و چه مراحلی رو باید طی بکنی و سربندیش به چه صورتیه، با من همراه باش تا انتهای ویدیو. این مرحله این دوتا ریل مینیاتوری باید نصب بشن توی تابلو که جای خودشون رو دارن. و این دوتا چی هن؟ این دوتا در واقع نول و ارت ما که باید اتصال پیدا بکنن به تابلو برای اینکه اتصال نول و ارت رو برای ما انجام بدن. خب این دوتا پیچ میشن توی تابلو. خود در واقع این پیچ برای ما گذاشته برای این کار و برای پیچ کردن اینها. و من الان شروع میکنم به پیچ کردن ریل ها و پیچ کردن شینه ها و بعد سیم هامون رو بعد یه مقدار لوله ها و سیم هامون رو مرتب بکنیم. خب یه دریل شارژی الان نیاز دارم. ریل رو میارم میذارم سر جاش. این در مینیاتوری 2 طبقه است، 2 تا جای ریل داره. میذارم سر جاش، خیلی خوب میمونه سر جاش، گیر میکنه. خب اینم میارم اینجا میذارم، بعد با دریل شارژی میبندم. یه مقدار این چارسومو بیشتر میارم بیرون برای اینکه راحت تر بتونم کار بکنم. نه اینجا پیچ میشه، محکم شد. خیلی بچه‌ها تو پلاستیک پیچو سفت نکنید. این تورک متر دریل شارژی ها رو میتونید روی عدد کمی بذارید. حالا من الان تورک مترم تنظیم نبود، دل خودم حواسم بود، ولی اگه تورک مترتون تنظیم کنید خیلی خیالتون راحت تره و دیگه مطمئنی که ببین الان از یه حدی که بیشتر من دیگه بخوام سفت کنم تورک مترش رد میکنه، نمیذاره من آسیب بزنم. ببینید الان اینو ببینید رد میکنه تورک متر و نمیذاره من به جای پیچ آسیب بزنم و بشکنمش. بریم سراغ این شینه هامون. این شینه هامونو متاسفانه شکوندن یه ذره. اینجا جای پیچشه. خب یه دونه پیچ میشه اینجا، اون طرف هم اینجوری گیر میکنه روی این پایهه. فوت بکنیم ما این آتاشخال این تو در بیاد بیرون. یه دونه هم جاش این بالاست که این لوله مزاحمشه، لوله‌شو باید بزنم. و کلا نول ارت رو من میخوام بیارم یک سمت که نظم خوبی بتونم به تابلو بدم. این پیچاش یه ذره بلندتره، 6 تا پیچ داره، 4 تا برای بستن درب یعنی قاب روی مینیاتوری، 2 تا هم برای این شینه های نول و ارت. خب محکم شد. اینم میره برای بالا. بذار ببینم این گیر اگر نمیکنه که نشکنمش. دارن گیر میکنه. بعد لوله رو بشکنم خیلی با احتیاط. سیم از داخل آسیب نبینه. و اینم اینجا پیچ میشه. خب بعد اینا رو کوچولو باید باز بکنم که موقع که میخوام سیمامو ببندم سرسیمام راحت توی این جا برن و اذیتمون نکنه.
دو تا از پیچاش بچه‌ها معمولا یه دونه، دو تا پیچ این شینه ها بزرگتره، برای سوراخش هم بزرگتره برای اون در واقع سیمای بزرگتر شما، مثل نول اصلی، ارت اصلی، یا نولی که برای کولر گازی داریم میرید، یا نولی که برای در واقع جای دیگه میرید که سیم 4 یا 6 استفاده کردید. یه سری از این سوراخ ها بزرگتره برای این کار. خب الان من میدونم که حالا برای مثلا اینجا برای ارت منه، اینجا برای نول منه، یا اینجا برای ارت، اینجا برای نوله، فرقی نمیکنه. خودم اینجوری در نظر میگیرم. بعد جره این سیما رو باید باز بکنم و آزادشون بکنم. من یه سری از قسمت ها رو براتون تند میکنم که ویدیو خیلی طولانی نشه. ما تو این تابلو در واقع یک واحد ویلاییه. قبل از این تابلو ما یه تابلو توزیع توی موتورخونه داریم که یک کلید نشت جریان ما توی ورودی اصلی اونجا گذاشتیم، یعنی مستقیما برق از کنتور اینجا نمیاد. این تابلو، این کابل یه انشعاب از یه تابلوی دیگه که در واقع کنتور اون تابلو رو داره تغذیه میکنه و این تابلوی ما داره از اون تغذیه میشه. برای همون کلید نشت جریان ما توی اون تابلوه و این تابلو نیاز به کلید نشت جریان نداره. حالا بهتون میگم اگر داشت باید چی کار میکردیم، ولی چون نداره، خب ما اینجا حالا برای سیمای اصلیمون رنگ بندیمون خیلی کامل نبوده توی سیم ها و سیمایی که کارفرما تهیه کرده حالا رنگ بندیشون خیلی کامل نبوده. بچه ها 2 تا سیم 2.5 رو در واقع برای ارت در نظر گرفتن و یه سیم مشکی و یه سیم قرمز 6 داریم که برای فاز و نولمون باید استفاده کنیم. حالا من به ناچار مجبورم در واقع این مشکی رو نول در نظر بگیرم. حالا مرحله‌ای که باید انجام بدیم چیه؟ ما سیمای نولمون رو باید همه رو مرتب کنیم و از یه مسیری بیاریم برسونیم به شینه نولمون. حالا من این مسیر رو در واقع یه تعدادی از نولامون رو از این بغل میام این شکلی اینجا بست میزنم، این پشت میارم از اینجا میبرم میرسونم به اون، به همراه این نولای اینجا یکی میکنم. برای این کار بست کمربندی نیاز دارم. خب اینا رو برمیدارم، امیدوارم که زاویه دوربینم براتون خوب باشه. خب این 4-5 تا نول رو من از این طرف دارم میارم پایین با بسته کمربندی اینجا رو میبندم. خب بعد میایم این قسمت، این نولا رو پشت همه سیما رد میکنم، همه این نولا رو میارم پشت کل سیما، جداشون میکنم، اینا رو جدا میکنم از هم. اینا هم همه میخواد بیاد اینجا، از اینجا بیاد پایین. دقت بکنید شاید یه موقع تو مرحله سیمکشی اینجا به جای مثلا آبی از یه رنگ دیگه برای نول استفاده نشده باشه، بعد شما اون رنگ رو در نظر نگیری، این فرم کاری، این مرتب کاری رو انجام بدی، تمیز بکنین و بعد ببینی که ای بابا این مثلا این سیم سبزه هم اینجا نول بوده و اینم باید اضافه کنم. بعد اینجوری باید کل اون چیدمانی که انجام دادی رو باز بکنی، خیلی کار سختی میشه. خب با سیمچین اضافی این بسته کمربندی ها رو میزنم
تا اینجای کار و یه دونه بسته دیگه هم میخوام. هوا هم سرده بچه ها، اینجا این سیما خوش شده. حالا به فصل گرما خیلی بهتر میشه مرتب کرد اینا رو. سعی بکنید که خیلی پیچ نخوره، یعنی با همون شکلی که از بالا اومده یه ذره اینجوری ببندیدشون به هم دیگه و این خودش خیلی باعث میشه کارتون تمیزتر بشه. خب یه سری نولامون هم اینجا هن. من میام چیکار میکنم، اینجا تابلومون خیلی فضای کمی داره، میام و این دو ستایی که یه ذره دورترن رو اینا رو میارم سمت اینا. این نولا اینجا فعلا بمونه، بعد کوتاه بشه و سرسیم بخوره، دونه دونه بره توی در واقع شینه بسته بشه. حالا ارتمون، ارت ها رو من این ارت ها رو از پشت این نولا رد بکنم، دوباره این قسمت مرتب کردنش واقعا مهمترین قسمت کاره و گره، هر چی سعی بکنید گره و پیچ خوردگی توی کار نداشته باشید کار تمیزتر میشه. تمام اینا رو این گوشه بست باید بزنم، از همونجا بیارمشون بالا دوباره. من دیگه این قسمت ارتر رو براتون تندش میکنم، دیگه صحبتی نمی کنم تا این فرمکاری ارت تمام بشه. اینجا بسته میشه بچه‌ها و این دوتا هم که اصلا اینجا اومده خودش دیگه فرمکاری خاصی نیاز نداره. اینم میاد اینجا، اینم میاد بسته میشن اینجا. خب یه دونه بست موقت فقط برای این که از تو دست و پام جمع بشه میزنم. من اینکه این ارتر این بالا فقط نگهش دارم، بست و بعدم بازش میکنم. این فقط این بالا بمونه، به خود شینه بستش زدم و اضافیاش هم کوتاه میکنم. این دیگه بیشتر از نیاز به سیم ارت ما اینجا نداریم. الان هم که دارم میزنم بلنده، ولی فعلا فقط تو دست و پام جمع شه. اصلیمون چه رنگی بود؟ این مشکیه، درسته؟ به غیر از مشکیه ما اینجا یه 5 تا سیم 6 داریم بچه که 2 تا پیچ بزرگ داریم. میتونیم 2 به 2 اینا رو سرسیم 6 دوبل بزنیم، یه دونش هم تو یه دونه پیچ بزنیم. پس اول از این سیمای بزرگتر هم شروع میکنم. ببینید این سرسیم 6 تکه و این سرسیم 6 دوبله که در واقع ما میخوایم الان از این استفاده کنیم برای اینکه 2 تا سیم 6 رو توی هم پرس بکنیم. خب بچه‌ها حالا میخوایم نولا رو شروع بکنیم. من خیلی مجبورم کوتاه بگیرم چون توی این مدل تابلوها ما خیلی فضا نداریم برای
یه دونه جا میزنم. این پرس تا سایز 6 رو نهایتا میتونه بر ما بزنه. انشالله که این توی اون سوراخ‌ها بره. این دوتا رو هم به همین شکل بزنیم. خب این جاش یه ذره تنگه بچه برای این کار. بچه اینو با پیشگوشتی دریل اکتفا نکنید به صفر شدنش، حتما با پیشگوشتی دستی هم صفرش بکنید. خب یه دونه شیش تک هم داریم، اینم بزنیم. این الان شیشه تک رو به راحتی رس میکنه و به راحتی هم اونجا جا میشه. فقط نکته اینو باید یکم کوتاه‌ترش بکنیم که اضافهش بیرون نزنه خیلی. من اینجا دیگه ویدیو رو تندش میکنم. تمام سیم ها رو سرسیم میزنیم با توجه به سایز سیم و تعداد سیمایی که دارید. سرسیم دوب تک بر اساس سایز سیماتون تمام شینه نولمون رو آماده میکنیم و بعد میریم سراغ شینه ارتمون.
ممنونم که تا انتهای قسمت اول با من همراه بودید. به دلیل اینکه ویدیو دیگه خیلی طولانی نشه، ما ادامه این ویدیو رو توی یک قسمت بعدی قرار میدم. توی کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو هم لایک بکنید. بریم برای مرحله بعدی که در واقع نصب مینیاتوری ها و تقسیم فاز هامون هستش. با من همراه باشید. ممنون از شما.